الحال اینجا یک چند سوال هاست و چند سوال های دیگر هم در خانه بود، فراموش کردیم بیاریم جواب اونها را بر شما برسانیم. انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم، لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علال خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم، همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابری همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرند. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنند میآیند، در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک هم پایانتر است میپوشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردن که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمت گرفتند که عدد اونها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر، این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایه میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند و سرداری
حضرت امیر حمزه عمک پیغمبری خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد به سمع شما البته میرسونیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم دامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدای صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناهی ندارد. در یگان احادیث پیغمبری خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن، یعنی 4 امامی که از ما و شما، در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده است. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد. همه این برای آب و تاب است. از آنی که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنی که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینا تماشاکنی است یا یک کار بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جای گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد. فقط مانع نماز نشود. اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد و البته حرام است، کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسبدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچ عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن و امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست. حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر از زدن میگیرد، سر او را، پای او را، جسد او را، اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز، بعد سلام و شما یک سوال دارم. همین سوال را پره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود. نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم نماز ما درست شدن میگیرد، یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته یعنی در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهوانش انسان گناهکار نمیکنه، لکن این ما و شما قصدا نکنید، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود، ما و شما گناهکار میشیم. اگر دیده و دانسته و قصدا بکنید. السلام علیکم آبای حاجی، اولا سلام بر شما. بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تای کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات میشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دو سنت است.
یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است. لیکن در تراشیدنش نه، بلکه در تراشیدنش نه و در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کشم میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشدم در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ ابالی ندارد، گناهگاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد. السلام علیکم داملای محترم. حاجی داملا میرزا مراد برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و دو پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشون سازد و دائما دعاگو در حق پدر مادر و خلق جمعیتش خدا نصیب و روزیش سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود. ما 10-12 نفر بودیم. یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم. ما در بین ما یک طالب علم بود. ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیشتر آمدنی کاری آسان نیست. نماز را هر کداممان طاقه خواندیم. یک خیل نماز را میخوانیم. نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ یعنی مقصدش یعنی در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفته است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهگار است. زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا میدهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علم کی شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادان ها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت کسی که بهترشون باشد، یعنی نماز همش به سبب همون امامشون درست میشی. این که طالب علم بود افضل بود، باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است، در اینجا چی می شود؟ البته گناهگار می شود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد، چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهگار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشه نماز جماعت برپا کنید، حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد، نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند، بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند، فقط استحق رحمت الباری. اون کس در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد. این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین، اگر کمی بهتر از همون قوم باشین، پیشتر آمده نماز مردم بخوانین، انشاءالله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند، همه اینها را خدای برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند، اینها را پروردگار مهربان همگی را عمر دراز
وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب، آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست، در مسجد هست، خدایا بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب و روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار. خدای مهربان، تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز. خدایا تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا، از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا، ما را از عذاب قبر، از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده، و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا، تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشان بداری، طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم. خوش آمدین.